سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امروز میخواستم برای شما یه سوپ جدید درست بکنم. این سوپ برای افغانستان هست و بیشتر این سوپ رو سمت کابل درست میکنن و سوپ خیلی خوشمزه‌ای هستش و مرغ توش داره، نخود داره، سیب زمینی، هویج و آرد نشاسته. درست کردنش خیلی ساده هست. الان برای شما توضیح میدم، امیدوارم درست بکنید و از این سوپ لذت ببرید. اولین کاری که باید بکنیم این هستش که آب توی قابلمه بریزیم. من یه مقدار آب رو ریختم و گذاشتم که داغ بشه، ولی یه مقدار دیگه بهش آب اضافه میکنم چون آبی که توش ریختم کم هست. تقریبا یک مقدار از نصف بیشتر توی قابلمه آب دارم. تو این مرحله کار خیلی خاصی نباید انجام بدیم. مرغی رو که دارم توی قابلمه میریزم و نخود داریم اینجا، سیب زمینی خرد شده، هویج داریم، هویج هم نگینی خرد کردیم مثل سیب زمینی. ادویه که اینجا داریم، ادویه که من استفاده میکنم از این عصاره های مرغ هستش که بسته‌بندیش هست تو اکثر مغازه‌ها. بسته به سلیقتون میتونید عصاره گاو بزنید یا عصاره مرغ، ولی من همیشه مرغ استفاده میکنم. 2 تا از این عصاره‌های مرغ میندازم، یه مقدار فلفل سیاه، نمک و زردچوبه. چیز خاصی بهش اضافه نمیکنم، تمام چیزی که من میزنم همین هست. و 2 تا دونه پیاز رو باید توش بزنیم. من 2 تا پیاز متوسط انتخاب کردم. منتها پیاز رو خورد نباید بکنید که ریز بشه. پیاز رو 4 تا قارچ میزنم و اضافه میکنم به همون موادی که اضافه کردم. اینکه 4 تا قارچ میزنم به پیاز، دلیلش اینه که من پیاز رو آخر کار در میارم و پیاز رو توی این سوپ نمیذارم بمونه. فقط به خاطر اینه که بوی ذوق رو بگیره از مرغ و هیچ کاری دیگه این نداره و یه مقدار مواد مغذی که داره توی سوپ بره، ولی آخر کار حتما باید این رو در بیاریم. دقت کنید که تهش رو خیلی ته پیاز رو خیلی از ته نزنید، چون وقتی که چاقاشش بکنید پیاز باز میشه و خیلی تا ته نزنید چاقاشش رو. این در مرحله اول هستش. ما الان کار خاصی نداریم انجام بدیم، همه مواد رو ریختیم، فقط یه بار به همش میزنیم که مواد با هم دیگه قاطی بشه. ادویه‌ای هم که ریختم باهاش قاطی بشه. صبر میکنیم تا مرغ‌ها و هویج و موادی که توش ریختیم بپزه و برمیگردیم و ادامه کار رو با همدیگه جلو میبریم. توی مرحله بعد باید نشاسته رو بهش اضافه کنیم و گیشنیز که فعلا کار خاصی نداره. یه نکته خیلی مهم داره که توی آخر این برنامه بهتون توضیح میدم. یه چیز خاص بهش اضافه میکنم که باعث میشه هم این سوپ غلیظ بشه، هم نمای خیلی خوب پیدا بکنه و اون رو در آخر برنامه زمانی که دارم بهش اضافه میکنم بهتون میگم. صبر میکنیم تا مواد بپزه و ادامه میدیم. خب توی این مرحله مرغای ما پخته و ما کاری که باید بکنیم اینه که مرغا رو در بیاریم، ریش بکنیم. اون 2 تا پیازی که چاقاش کردم انداختم توش، باید اون 2 تا رو در بیاریم بندازیم دور. نشاسته که اینجا داشتیم و من به خاطر اینکه آب سوپم یه مقدار بیشتر شده بود، یه مقدار نشاستم رو بیشتر کردم. تقریبا 5 تا 6 تا قاشق شما میتونید استفاده بکنید و
در ادامه کار با همدیگه میریم جلو و اون نکته آخرم به شما توضیح میدم که چه کار باید بکنیم. خب اول زیر گاز خاموش میکنم که بتونم مرغا رو در بیارم از توی این. خب خاطر اینکه فراموش نکنم اولین کاری که میکنم این هستش که اون دوتا پیاز رو در بیارم. اون دوتا پیاز رو در میاریم، میذاریم این کنار و سینه های مرغمون رو در میاریم. من سینه های مرغم که گرفته بودم کوچیک بود، یعنی بسته که گرفته بودم بسته های سینه کامل بزرگ نبود، تیکه تیکه بود سینه های مرغ. حالا شما میتونید بزرگش رو بگیرید کامل باشه، یا اینکه مثل من با اینکه زودتر بپزه این فرمش رو بگیرید. خب قشنگ پخته. یکشو میبینم ولی فکر کنم در نمیاد. نه در اومد. یه بار دیگه من همش بزنم. بله همه مرغا رو در آوردم. خب اینجا تنها کاری که میکنیم مرغا رو ریش ریش میکنیم. با دو تا چنگال میتونید بگیرید مثل من خیلی راحت ریش ریشش بکنید. دوباره باید همونو ریش که کردید اضافهش میکنید به مرغ، اضافهش میکنید به سوپ. من چون هم زنده دارم براتون میگیرم هم همزمان کار میکنم، بعضی اوقات خب یه کلمه‌های رو اشتباه میگم و ولی خودش باعث میشه که یه مقدار تنوع بشه توی کارمون. سعی میکنم یکم سریعتر خوردشون کنم. بله خوب پخته. در اصل آشپزی رو که من یاد گرفتم، من هیچ وقت آشپز حرفه‌ای نبودم ولی آشپزی رو دوست داشتم یاد گرفتم و سعی میکنم چیزهای جدید رو یاد بگیرم و آزمایش بکنم و اگر خوشمزه باشه خوب باشه 100% درست میکنم، برنامه درست میکنم برای شما هم میذارم، شما عزیزانم ببینید تست بکنید و اگر چیزی رو نخورده باشم قبل اینکه تستش نکرده باشم مطمئن باشید درستش نمیکنم و چیزهایی رو که درست میکنم مطمئن باشید که خوشمزه است، چون من خودم معمولا آدم شکمویی هستم. خب مرغا رو اضافه میکنیم. توی این مرحله یه مقدار کم آب میریزم توی این ظرف که یه مقدار نشاسته توش دارم. فکرم میزه بیشتر باید بریزم که ته نشاسته هم که توی اون مونده بود قشنگ حل بشه. به نشاسته های دیگه اضافه میکنم و توی این مرحله گاز دوباره روشن میکنم به خاطر اینکه اون چیز رو در آوردم. یکم بیشتر باید آب بریزم توش وگرنه نشاسته ها سفت میشه.
یکم آب به نشاسته اضافه کردم که نشاسته ای رو که میخوام بریزم راحت بتونم قاطیش بکنم و راحت بریزمش توی سوپم. خب اینجا سبزیمون رو بهش اضافه میکنیم، یه بار به همش میزنیم که نشاسته باعث نشه بچسبه بهش. باید سریعتر به همش میزدم چون نشاسته زمانی که واردش میشه یه حالت لعاب خیلی غلیظی میگیره، به خاطر همین باید سریعتر به همش بزنید وقتی از زمانی که اونو میریزید توش. حالا سبزی رو بهش اضافه میکنیم. و همونطور که گفتم یه دونه سینه مرغ توش جا میمونه و من حس میکنم یکی توش باشه، این همون سینه مرغ بودش که از دستم در رفت، ولی اب نداره، اینو برای دیزاینش استفاده میکنیم. اینجا یه ذره قشنگ به همش میزنیم که اون غلظت و اون نشاسته که داره قشنگ به هم بخوره. و توی این مرحله اون چیزی رو که بهتون گفتم آخر کار باید اضافه بکنیم، میگم غلظتش خیلی خوب شده. اینجا یه دونه تخم مرغ داریم، یه دونه تخم مرغی که میزنیم توش هم باعث میشه نمای خیلی بهتری بگیره، هم باعث میشه که کارمون خیلی بهتر در بیاد. یه دونه تخم مرغ میشکنیم توی کاسه، به هم میزنیم و به سوپمون اضافه میکنیم. همون چیز خاصی نداره، سفید و زردش رو با هم دیگه یه مقدار میزنید، یه مقدار رنگش اینجوری سفید میشه و به همش میزنید سریع. اینکه زمانی که تخم مرغ میریزید روش سریع به همش بزنید خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر دیر به همش بزنید تخم مرغتون یه تیکه میمونه و باید سریعا به همش بزنید. این باعث میشه که یه نمای خیلی خوبی سوپتون بگیره. با مرغای ریش ریشی که توش زدیم یه حالت خیلی خوبی میگیره و باعث میشه که سوپتون یکی از سوپای خیلی خوب در بیاد. امیدوارم که این سوپی که براتون درست کردم آزمایش کنید، بپزید و نتیجه کار منو به من بگید. توی کامنت ها برام بنویسید که سوپی که درست کردید چطور شد، آیا خوب بود یا خوب نبود. و میریم مرحله بعد، میکشم، تزیین میکنم و به شما عزیزان نشون میدم. خب دوستان عزیز، آماده شد، سوپو کشیدم و به شما نشون میدم که امیدوارم که این سوپو درست بکنید و منم سابسکرایب بکنید. سعی میکنم هر هفته یا زمانی که وقت دارم غذاهای جدید براتون درست بکنم و امیدوارم لذت ببرید. منم سابسکرایب کنید لطفا. تا بعد، خداحافظ.